والدین گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدین وسیله به اطلاع شما رسانیده می شود که فیس درسی ماه حمل سور و جوزای فرزند دلبندتان تا اکنون پرداخت نگردیده. خواهشمندم جهت ادامه منظم درست و جلوگیری از مشکلات بعدی در اسرع وقت در قسمت پرداخت فیس با ما همکاری بکنید. با احترام، اداره مکتب خصوصی مایکروسافت آفیس. شماره تماس خود را هم میتونید درج بکنید. در قسمت مایکروسافت آفیس میتونید نام مرکز یا مکتب خود را درج بکنید یا هر نهاد دیگه ای که دارین. دوستان نهایت گرامی، قسمت متوجه شدین این یادداشتی هست که در اخیر هر ماه توسط مکاتب خصوصی برای یک تعداد والدین در قسمت پرداخت فیس شاگردا ناوقت اقدام میکنن برای اونها ارسال میشه. خب اگر شما بخواید در برنامه مایکروسافت ورد همچین جزوه یا همچین یادداشتی بسازین، چگونه میتونید بسازین؟ امروز 0 تا 100 نمره برایتان چی میکنم؟ آموزش میدم. یک بار یک نگاه کلی داشته باشین، میبینید که در این قسمت 4 8 دانه از این یادداشت ها را شما روی یک دانه ورق A4 چی کردین؟ جایگزین کردین. و دقیقاً این چیزی بود که من در ماه گذشته استفاده کردم، در 3 ماه گذشته. ولی حالا میخوایم دقیقاً برای ماه سرطان و اسد یکی دیگر بسازم که در یک ورق A4 بتونیم 10 دانه را داشته باشیم، 10 تا از جزوه ها را. خب به خاطر ساختن چنین جزوه کنترل همراه با حرف N را پرس میکنم تا یک صفحه کاملا خالی برای ما بده. در قسمت لیاوت مراجعه کرده در ابتدا سایز ورق خود را مشخص میکنم که به طور مثال لیتر نباشه، A4 باشه. در قسمت مارجین آمده، مارجینش انتخاب میکنیم که نرو یا حاشیه هایش باریک برای ما بگیره تا یک فضای بیشتری داشته باشیم. بعد در قسمت تب انزرت آمده از بخش شیپ ها یک دانه چی میگن نام ازیره تکست باکس، بله ها، تکست باکس رو درگ میکنم به طرف پایین به یک حالت. سایزش هم در نظر بگیریم که دقیقاً 2 دانه را رقم جای بده. کنترل شیفت رو پرس بکنم ببینید به یک میزان، بله ها، قشنگ میتون جای بده. باز میتون اندازه هایش دقیق بررسی بکنین. در قسمت شیفت فرمت 2.8 هست، من میگم بله ها 2.8 در قسمت یا 2.2 باشه. بعد از قسمت 3.69 یا 3.8 در رقم 7 در نظر میگیریم. خب دیگه لازم نیست که تکست رو نوشته بکنیم، تکست رو میام از نمونه قبلی کپی میگیریم. در قسمت دقت بکنین، من از قسمت آمدم تکست رو اینگونه سلکت میکنم، با فشردن دکمه کنترل همراه با حرف C از قسمت دیگه کپی گرفتم. در قسمت با فشردن دکمه کنترل همراه با V پستش میکنم. در واقع با فشردن دکمه کنترل همراه با A و از قسمت میتونم سایزش کوچیک بکنم. دقت بکنین که 11 انتخاب کردم تا قشنگتر برای ما معلوم شنه و بتونیم ازش چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. خب کنترل همراه با حرف زید را گرفتیم. خب اینجا دقت بکنین شماره ها به درستی فهمیده نمیشه. کنترل شیفت همراه با علامه کوچک نمایی را اگر بزنین یا همچنان براتون سایز را خرد میکنه، یک مقدار براتون زوم بگیرم تا قشنگتر بتونین ازش استفاده بکنین. خب به می سادگی شما تونستین یک نمونه رو بسازین، دیگه لازم نیست چندین نمونه دیگر رو بسازین، فقط میتونین از این کپی پیست بگیرین. کنترل را فشار بگیرین و همراه با شیفت و چپ کلیک رو بگیرین، اینگونه درک بکنین دقیقاً در قسمت جایگزینش بکنین. بعد اینا رو میتونین شما قشنگ جایگزین بکنین به متر یک حالت تا در قسمت کات کردن به مشکل نخورین. به طور مثال من میگم اینگونه باشه. بعد با فشردن دکمه کنترل میتونم روی از این نمونه کلیک بکنم، هر دویش انتخاب شود. هر دویش که انتخاب شد بعد یک جای دقت بکنین اینجا به مشکل خوردیم. بیاین اینجا رایت تو لفت رو انتخاب بکنین، دایرکشنشه که اینگونه قشنگ براتون خوانده شود. و یک چیز دیگر اینجا متوجه شدیم، اینجا باید نوشته بکنیم چه سرطان باشه. به طور مثال سرطان، اینجا باید سرطان و اسد نوشته کنیم. اگر احیانا اگر حمل سور جوزا در حالی که پرداخت کردن بندای خدا، اگر دوباره روان بکنین دیگه سبب از بیابتان میکنه. خب در قسمت آمده و در عوض جوزا هم نوشته میکنیم کدام مایه اسد را. خب به می سادگی اینجا مجبوری رم دوباره خود تایپ کردنش یک مقدار مشکل هست. دوباره از کپی پیست میگیریم، کنترل شیفت درگ بکو تا این قسمت را. خب دقیقاً در قسمت جایگزین کردیم. با فشردن دکمه کنترل از یک نمونه بگیریم، این را کپی میکنیم، کپی نه گروپ میکنیم، هر دویش گروپ کردیم. خب من چندین دانه لازم دارم، به طور مثال روی یک ورق A4 5 دانه 10 دانه لازم دارم. به اساس از روی کیبورد دکمه کنترل همراه با جیر 4 5 بار پرس میکنم تا بتونم 4 کپی دیگه داشته باشم که برای فعلا دقیقاً گرفتیم. دیگه اینا لازم هست که کلشان را به طرف پایین روی نمزی صفحه چه بکنم؟ تقسیمات بکنم. اکثریت شما شاید بیاین اینگونه درک بکنید و اینگونه شاید وقتتون را بگیره، شاید دوقدر دقیق هم جابجا نشنه. به خاطر سادگی کار شما چیکار میکنین؟ چیزی که من در ویدیوهای قبلی برایتان یاد داده بودم دیگه، در قسمت آپشن سلکت آبجکت را انتخاب بکنین، بیاین این صفحه را کلشان را اینگونه درک بکنید تا کلشان انتخاب شنه.
بعد در قسمت شیفت فرمت آمده از آپشن الاینمنت استفاده بکنید. دقت بکنین نظر به خود آبجکت ها باشه و یا هم نظر به چی باشه، نظر به مارجین اگر انتخاب بکنیم الاین تو مارجین انتخاب کردیم. بعد در قسمت الاینمنت اینجا میگم که دیستریبیوت ورتیکالی به صورت عمودی فاصله بین کلشان چه و مراعات شود. دقت بکنید در قسمت آپشنش هم موجود هست پریویو. ببین به یک حالت قشنگ فاصله بین کل از آبجکت ها مراعات شد. نظر به مارجین دقت بکنید مارجین هم حاشیه ها رو میگم. بعد این قسمت سمت چپ و راستش این گونه نامنظم هست. ایره شما میتونید بین از قسمت انتخاب بکنید بگین که نظر به مارجین از طرف سمت چپ یا از طرف سمت راست یا در واقع از وسط همچنان چه کلشان الاینمنت و هم منظم شنه. اینا رو یک بار یک نگاه بندازین. دقت بکنید این قسمت فاصله بین کلشان نظر به افقی خیلی قشنگ زیاد هم هست. در قسمت کات کردن اصلا در مشکل نمیخورین. این قسمت کات میکنین ولی به صورت ورتیکال میبینید که فاصله بینشان خیلی کم هست و در حالی که اینجا هم حاشیه یا فضا دارین. ولی ایره چیکار بکنید در قسمت یک مقدار باز هم زوم بگیریم. دقیقاً باید از روی از خط بریش بزنید ولی اگه خواستین این خط ها هم روی از اضافه شنه باشه شما میتونید بین از نمونه دیگه استفاده کنیم. به طور مثال خب چیکار باید بکنیم در این قسمت ما اومدیم اینجا کلیک میکنم تا کلشان از حالت انتخاب بیرون شنه. بعد این نمونه پایین خود را انتخاب میکنم. دقت بکنید چیکار با استفاده از اوکی ایر ما یک مقدار به طرف پایین میکشم تا فاصله بینشان مراعات شنه. ایر دقیقاً جایگزین میکنیم تا این قسمت را باشه. اما رقم در قسمت بالا مراجعه کرده این نمونه بالایی را هم این گونه انتخاب میکنم. این را هم با استفاده از چپ کلیک به طرف بالا میکشیم. دقیقاً در قسمت شیفت رو پرس بگیریم در یک مسیر براتون حرکت میده. دقیقاً این را میگم اینجا باشه. خب این را انتخاب کردین. بعد بیاین این بار دقت بکنین فاصله بین اینها خیلی کم هست. همین رقم فاصله بین از دو تای بالا و همین رقم دو تای پایین خیلی زیاد هست. خب چیکار بکنین فاصله بین کلشون مساوی باشه. با خاطر انجام از این کار مستقیما بین در قسمت هوم آپشن سلکت باز هم از آپشن مهم و کاربردی سلکت آبجکت استفاده بکنین. این از قسمت به طرف بالا این گونه قشنگ درک بکنین تا کلشون چه انتخاب شنه. ببین به یک حالت کن کاورش نه و ما بتونیم ازش چی بکنیم استفاده بکنیم. خب این بار در قسمت شیفت فرمت آپشن الاینمنت این بار نظر به مارجین نمیگیریم نظر به خود آبجکت ها انتخاب میکنیم. بعد در قسمت الاینمنت رفته این بار میگیم دیستریبیوت ورتیکالی تا فاصله بین کلشون به صورت یکسان ایجاد شنه. اینا دقت بکنید اینا در قسمت کات کردن اصلا در مشکل نمیخورن مگم خیلی پیچیده باشین به اصطلاح بعضیا که نتونن از قسمت کات بکنین. ببین به سادگی میتونین از قسمت به صورت عمودی افقی کلشان را کات بکنین. اگه خواستین به پی دی اف هم تبدیل بکنین از روی کیبورد F12 را پرس بکنین. بعد نامش میتونین درج بکنین به طور مثال که جمع آوری فیس باشه یا هر چیز دیگه. در قسمت پایین نوعیت فرمتش بگیرین پی دی اف باشه. موقعیتش مشخص بکنین روی صفحه دسکتاپ یا داکومنت یا هم میوزیک را انتخاب کردیم. روی سیف کلیک بکنین قشنگ براتون چی میشه ذخیره میشه. ببینیم یک بار که چگونه آمده. بله ها به می سادگی شما تونستین یک همچین جزوه‌ای را در برنامه مایکروسافت آفیس بسازین. قشنگ میتونین یک 10 دانه کاپی ازش بگیرین. 10 دانه را که بگیرین 100 دانه میشه. 5 دانه را بگیرین 50 دانه میشه. این گونه خیلی اقتصادی هم هست و خیلی سهولت است. در واقع ما ازش استفاده میکنیم. خب دوستان هد گرامی این آموزش امروز ما و شما بود. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما صفحه را سابسکرایب بکنین. در قسمت کامنت ها نظریات خود را بنویسین تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و نگهدار.